داداش اگه یکی ازت ساعت رو بپرسه موبایل از تو جیب در میاری ساعت رو نگاه می‌کنی بهش میگی درسته؟ آره درسته. خب ما برگشتیم به اصل ساعت جیبی. سلام، من سفر شمال برگشتم. برای مامان ماهی گرفتم. مامان کجاست؟ باشه میدونستی خرچنگا فکر می‌کنن ماهی دارن پرواز می‌کنن. این برای غذا آماده است. مامان زیر ریختی توش؟ آره زیر ریختم توش. تو این استا دیدم که میگن برای کلیه سمت چپ خوبه. یه زمانی تو میگفتی اون چیزایی که تو فیلم‌های تلویزیونه باور نکن. حالا من بعد به تو بگم اون چیزایی که تو اینستاگرام رو باور نکن. بابا دورینه بارونمون کرده. نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ مشروب خوردی پسر؟ نه مگه مشروب می‌خوری چه حالتی به دست میاد؟ مثلا اون 4 تا درخت تو حیاطمون هست. 8 تا میبینی. ولی کلا 2 تا درخت تو حیاطمون هست. بابا من همه چی رو میدونم. این 50 تومانو بگیر. خاک تو سر. مرسی. وا بابا. همه چی راجع به تو هم میدونم. نمیش تا در نیست. همه چی راجع به تو هم میدونم داداش. همه چی راجع به تو هم میدونم مامان. این 50 تومن بگیر. لال میشی. میدونستی این کاری که داری میکنی دزدیه پسر. پزشکا دوست دارن شما مریض بشین. مکانیکا دوست دارن ماشینتون خراب بشه. فقط دزدان که آرزوی سعادت و خوشبختی براتون دارن. بابا آف.